عرضی حاجت می کند دل خسروی نازی تو را نیست قانونی محبت پرده‌ای سازی تو را نیست قانونی محبت پرده‌ای سازی تو را چون کبوتر بیسمیلی شوقی تپیدن می شود از قضا هر کس که بی نچشمی بازی تو را از قضا هر کس که بی نچشمی بازی تو را رمزی چشمتین بود نوبت نبودن بعد از این محرمی اسرار خود آن چشمی غمازی تو را محرمی اسرار خود آن چشمی غمازی تو را افکند عمری بگردون توقی داغی بندگی در چمن بیند اگر آن سوری من تازی تو را دوری منی کرده ای تو گرل نهال همچون صدف فاسا صد موجین دریا مگر رازی تو را فاسا صد موجین دریا مگر رازی تو را فاسا زد موجی دریا مگر رازی تو را. درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و این برنامه با یک ترانه خیلی هم جذاب و دلنشین مقام آغاز گردید و مهمانان برنامه ما از شهر زیبا منظر و هنرور ایسترفشن هستند. از بخش فرهنگ به برنامه امروزه فضا تشریف آوردند که من حضور ایشان را خیر مقدم میگویم. خورشید عبدالرحمنوف و همچنین علیار عمرов
که امروز با ترانه‌های دلنشین با صحبت‌های گرم خود برنامه ما را رنگ دیگر خواهند بخشید و دستگاه‌های نو رو برداری در اختیار شما است. می‌توانید درود و پیام خود را به مخلصان عموما به بیننده‌های تلویزیونی سفینه برسانید. مرحبا. اولا من سلام و درودی خودم را از نام تمام تماشابینانی که در استراوشن همین برنامه فضا رو تماشا میکنن سلام و درودی خودم را میرسانم. این برنامه بسیار برنامه جالب، بسیار برنامه ما معقولش همین که زنده حافظا زنده میسراین با اهل اویل تماشا میکنیم، بسیار حلاوت میبریم. بله. خب از راه دور آمدید دیگر. خیلی از استراوشن بهترین. خوش آمدید. شما خوش آمدید. یکی از انسامبل شش مقام هستید و دیگری از انسامبل فیض استراوشن. در عموم بخش فرهنگ در بخش فرهنگ استراوشن با راهبری بختیار جان احمدوف از راهبری دارد. بخش فرهنگ به سردار ما در اونجا انسامبل شش مقام خانونی شش مقام استراوشن که کدام سال تأسیس یافت انسامبل؟ 2000 سال. 2000 سال. بعد از اون که شش مقام دولتی گرفت اساسا سابق رئیس ما خواجه ناصرالدین با طفیل ما آدم گویی همین انسامبل شش مقام تأسیس یافت. بله. شما کدام سال با این انسامبل؟ منم 2000 سال پیشتر ما کار میکردیم انسامبل. خب مقام رو از کجا آموختید؟ کجا تحصیل کردید؟ نه مقام از استادا آموختیم. خیلی اینجا کالج صادرخان حافظ خواندگی در استراوشن. شما میدانید استراوشن شهری کهن‌ترین، در اونجا بسیار استادا گذشتگی رسول قادری، گدوی با عبداللهیف، استادی ما کوی نمیجان محکموف از آن آدم بسیار آموختگی، استادی ما حبیب جان پوچو کلانوف، اسحاق جان عبداللهیف، مازبی جان زیاداللهیف، ایرگاش بای اشوروف. حاضر در انسامبل شش مقام ما راهبری ما میرزا جان بابانوروف راهبری کرد. استادی هم من خودم راهبری بدی انسامبل شش مقام، راهبری موسیقی عظیم جان احراروف و بسیار بچه جوان. حاضر من این جوانه ما انسامبل شش مقام بسیار جلب کرد استادیم. در اونجا من این عظیم جان احراروف یکی از حافظای جوانترینی ما میباشد که در تاجیکستان وطن عظیم من با سرودی بیباکچه غالب ولایت شد. خیلی اومده جمهوری به برآمد کرد، جای اول به سزاوار شد. غیر از این در اونجا با منبع حافظای جوان لطف‌الله و سعدالله حاجی مرادوف همین علیار جان هم مقام میخونن. مقام اینم یک تربیت دهنده ما انسامبل شش مقام بود. خیلی اگه جوان بودم من انسامبل فیض استراوشن ما گذراندن. غیر از این علیار جان اون هر یک حافظه یک روی خودش است، استادی خودش است. هم استاد پیروی میکند، خیلی با مکتب خودش میآورد. همین خیلی فعالیت کردی استادی. خب درباره بخش فرهنگ چی گفتم میتونید؟ من فعالیتش بخش فرهنگ بسیار بخش فرهنگ استراوشن فعال میباشد. در همه چهاربیان ولایتی، شهری، جمهوری کارگرای ما بچهای ما برآمد میکنند. حافظای ما رو رامیشگرای ما همین خیلی. تشکر زیاد. بازم ترانه آوردید و برنامه. ترانه کن حاضر من همین دوشنبه به درآمد آمدیم. درآمدم دوشنبه زیباگیش به راستگا گفتی گرته بگو مزه کردم. زیباگی خوشلوگی آبادی از رعنای سفرزاد تاجیکستان گردی خوکت سرمه چشمان من قطره آبی زلالت جوهری من جانی من همین اجرا کردم. تشکر. خوب مرحمت. تاجیکستان گردی خاک سرمگی چشمان من، تاجیکستان گردی خاک سرمگی چشمان من، قطره آبی زلالت جوهری من جانی من، قطره آبی زلالت جوهری من جانی من، چون کشادم دیده بر دنیا و دیدم روی تو، مادری بخت آفرینم تو و تو درمان من، مادری بخت آفرینم تو و تو درمان من.
یک نفس هم زندگی بی تو به من در کار نیست. وقتی من ایمانی منی کانی منی جانی من با بزرگانت در عالم می نمایم افتخار. با تو باشد سر بلندی شهرت همشانی من. با تو باشد سر بلندی شهرت همشانی من. این زبانی رو دکتیر کسره و سینای من. تاجیکستان نامینی کرد مدنی دیوانی من. بحری من هر گوشت یک جنتی افسانه‌ایست. ای سری من سروری من همسر و سامانی من. ای سری من سروری من همسر و سامانی من. تاجیکستان گردی خاک سرمگی چشمانی من. قطره آبی زلانت جمهری من جانی من. قطره آبی زلانت جمهری من جانی من. جمهری من جانی من. در آغاز برنامه راجع به انسمبل ششمخو صحبت کردیم و گفتیم که یکی از انسمبل های خیلی معروف در ولایت سوق نیست. بله که آوازخوانان این انسمبل در همه چهاربینی ها در همه همایش‌های فرهنگی خیلی فعال اشتراک میکنند و خود شما نیز یکی از آوازخوانان آوازدار این منطقه نیز هستید. انسمبل فیضی استراوشن چگونه انسمبل است؟ من اینجا چگونه فعالیت میکنم؟ انسمبل فیضی استراوشن هم یکی از انسمبل های بهترین شهر حساب میشه. در آنجا حافظان جوان بسیارتر حافظان جوان جمع کردگی میر کامل جلالوف، غلام جان علمرادوف، فیروز گدایبویف، علیار جان عمرов سانی بچه‌مون اونجا هم استرادی هم ملی آمیخته کردگی سینتز کردگی اکو استرادی گویم میشه لیکن اساسا انسمبل خلقی گویدگر و بهتر بچه‌ها بسیار فعال در همه چهار کدام سال تأسیس یافت؟ 10 سال شده است که تأسیس یافتگی فعالیت کرده ایستاده است. شما کدام سال پیوستید به خود همین انسمبل؟ اول کار فعالیتی من در انسمبل ششمخم سر شدگی بود. دو سالی آخر است که من ناظر در انسمبل فیضی استراوشن کار فعالیت کرده شدم. مقام نیز میخونید؟ مقام میخونم. مکتب مقام سرایی را از کجا گذشتید؟ من راستی گپ 2017 انسمبل ششمخم استراوشن با کار داخل شدم و در انسمبل ششمخم با راهبری استاد حبیب پوچاکارونوف، محمد خورشید جان عبدالرحمانوف، میرزا جان بابانورو، شریف جان سنگینوف مکتب ششمخم در اونجا من آموختم. چه سرود آوردید با برنامه امروزه؟ من یک سرود با نام گلدختری اطلس پوش در این برنامه پیشنهاد می‌نمایم. بله تشکر. بعد از چند سال دوستان عزیز برمیگردیم. دختری اطلس پوش گل در چمنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی گل دختری اطلس پوش گل در چمنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی با موی بقاتنی دبایش و اونا با موی بقاتنی دبایش و اونا
شادم که تو فخر تاجیکستان منی شادم که تو فخر تاجیکستان منی در سایه سروی قامتت خانه من باری هوسی عشقی تو در شانه من در سایه سروی قامتت خانه من باری هوسی عشقی تو شانه من با حسن خدا داده و از گپ گپی تو در گوشی فرشته ها افسانه من با حسن خدا داده و از گپ گپی تو در گوشی فرشته ها افسانه من گل دختری اطلس بش گل در چمنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی گل دختری اطلس بش گل در چمنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی در کرت نغون از آن که تاجیک تویی با چشم سیاه دو قاشی باریک تویی در کرت نغون از آن که تاجیک تویی با چشم سیاه دو قاشی باریک تویی ای شیره شهوت تر قند و عسل مهتابی نما در شبی تاریک تویی شیره خرد تر قند و عسل مهتابی نما در شبی تاریکی گل دختری اطلس بش گل در چمنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی گل دختری اطلس بش گل در چمنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی شیرین لب و شیرین روی شیرین سخنی سپاس زیاد تشکر که امروز به برنامه تشریف آوردید و خیرم راهی زیاد رو طی کردید از خود استرافشان تا دوشنبه آمدن و در راه خسته نشدن آمدن و باز در استودیوی تلویزیونی سفینه یک چند ساعت تمرین کردن و بعد برنامه رو ثبت کردن کاری سهل ساده نیست ولی خیلی از خوب ترانه ها رو اجرا میکنید. عموما بخشی فرهنگی شهری استرافشان باز چی انسامبل ها در زیر ساختاری خود دارد؟ جایی که میدونم انسامبل فولکلوری نیست. انسامبل فولکلوری دارد که در آن یک 14 نفر زنها فعالیت میکنن. خیلی مکتب موسیقی دارد که در آنجا هم شعبه هاش هست. خیلی استاد شاگردی یک به مقام بخشیده. اینجا استاد ما حبیب جان سابق رهبر انسامبل شش مقام از یک استاد شاگردی من میگم یک سلسله شده که شاگردشون بسیار جوانه بسیار جلب کردن. اونایی که ختم میکنن مکتب موسیقی رو به کنسرواتور میبرن مکتب دانشکده صنعت میبرن چگونه؟ مثلا یک 4 نفر بچه‌مون دو تا دختر یک دو تا پسر بچه کالج صادقان حافظ به داخل شد دو نفرش به فرستادن کنسرواتور به فرستادن خیلی هم داخل شد من خوانده است. اونایی که ختم میکنن مکتب موسیقی رو چگونه به کار جلب میشون دعوت میشون؟ اونایی که در خود شهر مثلا ساکن همون شهر هستن ساکن شهر هم هستن از فرهنگ به معلومات موسیقی کار به گرفتنشون قریب که من شدگی قریب از برین کارگرای ما همه صاحب معلومات میانه مخصوص یا عالی. از کی شما آوازخوانی میکردید؟ من از سالی من اول دوره میناختم. خب دوره یا با دوره خدمت ناختم من بسیار تا دوره ناختگی استادو با اكو استادای نظم دوره چه ویدگه حافظی که دوره کتی میخونه و حافظ نظم میشه نمیجا محکم استاد ما حافظ خلق مردم جمهوری تاجیکستان اكو مزبوط جان اكو ارگش بوی. یعنی شما از همون مکتب استاد شاگردی گذشتگی هم با کدام شاگردی که استاد بفرمایید با زیرشکی کلبهی من کعبه خانه می سوزد
اشکی کلبه من کعبه بتخانه می سوزد. این چپانداز ریتمی او فورای سعودیانه میگن اکنون دایره بسیار چیزی نهست. نفری که قبلا دایره اجرا مینواختیم. دایره مینواختیم خیلی 10 سال 15 سال دایره نواختیم. استادوکتی گشتیم. اکنون استادوکتی گشته یک چیز اگر آموخته باشید خیلی چیز میشه. خیلی چیز میشد و سونی و همون جوش کتی بعد آوازخوانی را که شروع کردیم. اکنون آوازخوانی من توضیح میدم. استادوکتی میگشتیم مثال استادیمو اکنیم جان مثال سرود میخواندن یار یار گردم وفادار گردم میگفتن خیلی مونده شما من میداشتم یار یار گردم من میداشتم من وفادار گردم جان جان گردم دل آزار گردم میگفته میخواندیم همون آدم به هم الهام میارده است سونی همون درون یک چی وای میکرده تحریک میداد. همین آهسته آهسته سونی من خیلی حافظ سرود خون شدیم. خیلی آواز قوی داره. استادوی دواشون گرفتیم. ولی یک سرود میخوانم من. تور نواختاری تور از کجا آموخته؟ تورم هم میخوای. شما گفتم که تورم گوش کرده گرفته. که حافظه که تور سازو تور نواخته میخونه نغز. واکن نواخته خوند با نغز تردیه. کسی او برای شما یاد داد دگون؟ نه من اینا هم تو چخیل کنم. مشاهده کرده. مشاهده کرده گوش کرده. آدم به گوش هست که همین عضوی شنوایی آدم نغز سلوخ میگه. همین نغز باشد نغز باز میکنید. سلامت باشید. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب امروز باز هم ترانه آورده چیزی آورده به برنامه ما چیزی پیشنهاد میکنید؟ دویم سرود با نام جوانی و جوانی رو پیشنهاد مینمایم که این سرود آهنگ استاد افضلشور شادیوف است. بله خسته نباشید. تشکر زیاد. خوش آمدید. خسته نباشید که امروز آمدید به برنامه ما رنگ دیگر بخشیدید. و دوستان عزیز و ارجمند همینجا به انتهای برنامه امروزی فضا رسیدیم. یادآور میشم که مهمانان برنامه ما از بخش فرهنگی شهر سرافشان خورشید عبدالرحمن و علیار عمرov بودند که با ترانه‌های دلنشین خود و صحبت‌های گرمشون به برنامه رنگ دیگر بخشیدند و در انتها بازم یک ترانه دیگر پیشنهاد می‌گردد. روزگاری خوش. خیر. برای رهگلی پژمرده دیدم لگد مال از تو می نالد نهانی زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی آهوداد از زندگی عمری جوانم می رود با همه نام و نشانم می رود گفته بودی که من نمی میرم غروری عشق بود عاقبت می میرم و با من جهانم
بر روی ره گلی پژمرده دیدم اگر مال است تو می نالد نهانی زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی با دستی مادرم با بزبانی دیدم نان بر از بالی کبوتر با دستی مادرم با بزبانی برای نان زده هر بار میگم جوانی و جوانی و جوانی برای نان زده هر بار میگم جوانی و جوانی و جوانی شاخی قدیره شنیدم با زبانی در حقانی درختی پیری به شاخی قدیره شنیدم با زبانی در حقانی و هر یک ره گذر میگفت میگفت جوانی و جوانی و جوانی و هر یک ره گذر میگفت میگفت جوانی و جوانی و جوانی جوانی و جوانی و جوانی جوانی و جوانی و جوانی